19 سال شد به فرزندم میگویند که یگون گناه سخت کردگی هستی برای همین مقصد خداوند فرزند نمیتیه. نه این گپ غلط هسته. این گپ غلط هسته. الله رب العالمین رحمتش به نهایت وسیع هسته. همین کافرهایی که دشنام میتیان خداوند داره ولی خداوند اونها را از نعمت فرزند محروم نمیکنه. این دیگه گپ پیدا ایجا. الله رب العالمین هر کسی را بخواه میتیه و هر کسی را بخواه به ذریه و به نسلش میکنه. و اگر خداوند نداد حکمت هسته، اگر داد نعمت هسته. خب شما هیچ وقت غمگین نشوید که ما را خداوند فرزند نداد. значит خداوند برای شما یگان خیر و خوبی دیگر را در نظر گرفتگی هسته که ما تو او را نمیدونیم. خداوند در قرآن میفرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. شاید او چیزی که برای شما ناخوش و ناگوار است شاید او برای شما خیر و خوبی باشه. یعنی یک چیز برای ما ناخوش و ناگوار است شاید همین چیزی ناخوش و ناگوار برای ما یک کاری خیر و خوبی باشه که ما حقیقتش نمیدونیم. در دوام آیات خداوند میفرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون. حقیقت این خداوند میدونه شما نمیدونید. سبحان الله. نگاه که چی زیبا میفرماید خداوند. به همین خاطر شما وقتی که فرزندتون نمیتیه خداوند شما هیچ وقت غمگین نشوید. شما غمگین نشوید. شاید خداوند میخواد که تو در دنیا عذاب نکشی، داغ فرزند نبینی. شاید میخواد خداوند که در دنیا آسوده و راحت زندگی بکنی، غم فرزند نخری. این را فقط الله میدونه. وقتی که نمیتیه فرزند نمیتیه حکمت هسته. به هر صورت شکرانه پروردگار را بکنی. الله رحمتش وسیع هسته. ناامید نشوی. الله رب العالمین اگر صلاح میدونه شما را خداوند فرزند بهترین نصیبتون میکنه. الله رب العالمین شما را فرزند عطا بکنه که مایه فخر تاریخ اسلام و مسلمین بشود. الله اکبر. امین یا رب العالمین.